سلام دوستان، خوش اومد به دیگه از چنل یوتیوب یا میشه گفت اولین ویدیو واسه چنل یوتیوب. امروز قراره که کشتن باس کینگستان در حالت کلاسیک بازی تراریال با همه کلاس ها رو بهتون آموزش بدم. خب اول با کلاس میلی شروع میکنم که آرموری که واسه کلاس میلی نیاز داریم آرمور سیلوری یا پلاتینیومی است که اگه خیلی مثلا اولین بارتون باشه از این حرفا میتونید از آرمور پلاتینیومی استفاده کنید که نهایت آرموری که میتونید تا الان داشته باشید، یا هم میتونید برین و آرمور سیلوری رو بسازین و از آرمور سیلوری هم استفاده کنید. آرمور سیلوری هم چیزی بدی نیست که میتونید استفاده کنید. بعد واسه اکسسوریا یه کل کلاس ها واسه کل کلاس ها اکسسوریا لازم. اکسسوری اول فرال گلافزی که یه کاری میکنه که شما مثلا حتی یه موس رو نگه میدارین همینجوری این خودش بزنه، ولی اگه مثلا شما اینو نداشته باشین بعد تون 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 بزنین هم کنتر میشه زدنتون، هم بعد تون تون موس رو بزنین و موستون هم به کاجره نابود میشه. بعد واسه سلاح میلی شما میتونید از دون چارکام استفاده کنید که توی دسته یویوهای میلیه. شما میتونید اینو با استفاده از نیش زنبور و یک سری چیزای سبزی هستن توی داخل قاره جانگل پیدا میشن، نورم میدن، با اونا میتونید بسازید اینا رو. با یک سری گیاهای هستن که اونا هم سبزن، مثل یه جور تنابتور میمونن که اونا اگه بریم توی قاره جانگل بکش را بندازین به دست میارین. یه راه دیگه هم گرزه که شما میتونید از گرز آتشین گرزه که میرین از توی چست به دست میارین، بعد با 100 تا 90 تا توش قاطیش میکنین میشه گرز آتشین. این گرز هم اگه قلقش رو بلد باشین خیلی وسیله کاربردی میشه، یکم قلقش سخته. وسیله بعدی یویوه که این هم میتونین شما یویوتون رو یویو بومرنگی که برین بومرنگتون رو از توی چستا به دست بیارین با ستاره قاطی کنین ترکیب کنین که یه یویو باز بشینیم یویو بومرنگ چرا اینجور شدم یکی بومرنگ ستاره‌ای بتونین داشته باشین و دمیج خیلی خوبی هم میزنه بومرنگ. این شمشیر هم اگه بخوایم میتونید استفاده کنین. این شمشیر زیاد سرعتش کمه بخاطر هم زیاد به درد بخور نیست. خب رسیدیم به کلاس سامونرا هم میتونن دوباره از آرمور سیلوری یا پلاتینیوم استفاده کنن مثل دفعه قبل. اکسسوریاشون همونه ولی این دفعه یک چیز دیگه میتونید اضافه کنید. شما یه بادکنک اگه داشته باشین بهتره. بعد اگه بادکنک داشته باشین شما از فال دمج زیر میکنه، اگه بیافتین میزنین که هیچ دمجی بهتون وارد نمیشه. بعد سلاح های سامانی ها شما میتونید یک از این شلاقی که دست منه استفاده کنید که از همون سبزا و اون گیاهایی که تو جانگل دست میاد میتونید بسازیدش همون که گفتم واسه میلی. و شما میتونید یا بیاین از فینچ صاف استفاده کنید که میتونید توی درخت ها پیداشون کنید، توی اون درخت گنده هایی که توی مپتون هست میتونید از اونجا بگردیم و پیداش کنید. اکسسوریا این کفش هم اگه شما نداشته باشید کارتون خیلی سخت میشه، یعنی یه جورایی انگار مثلا میرید رو حالت مسته مود انگار داری باز میکنشی. اگه این کفش نداشته باشید شما فرار کردن از دست باز خیلی سخت‌تر میشه واسه تون، به خاطر همین داشته باشه خیلی بهتره و خودم لازمه واسه از اول بازی تا آخر بازی واسه همه واسه لازمه. بعد اکسسوری بعدی هم که فال دمج، شما اگه اینو داشته باشین میگم فال دمج دابل جامپی که شما اگه اینو داشته باشین دوبار میتونید بپرید، مثلا این یکی این هم دوتا اگه اینو داشته باشین ببینید نمیتونید دوباره بپرید، فقط یه بار میتونید. بعدش دیگه همین این فعلا تا الان واسه سامونرا. رسیدیم به میک جادوگرا. واسه آرمور جادوگران باید برن از آرمور جانگلی استفاده کنن که بهشون 20 تا
مانا اضافه میکنه و 6% شانس اینو بهشون میده که دمیجشون بیشتر بشه. نه 6% شانس اینو بهشون میده که مثلا چیزی که انمی دراپ میکنه چیز بهتری باشه. اکسسوری هم اکسسوری قبلی و شما یه آرمور دیگه هم میتونید استفاده کنید اگه شخصا به نفتون خورده باشه. یعنی مثلا بعضی شبا هستیم میبینید شخصا از جیر از آسمون یهویی من میخوره بزنید، شما ببینید کل مپ رو بگردید تا این شخصا که خورده بدم یه جور گودال ایجاد شده که توش یک سری انرمیا و یک سنگای اورای هستن که نور میاد. شما اگه بتونید بریم اونا رو با بمب یا پیکس طلایی بکنین میتونین بیاین چیزشو بارشو بسازین و این آرمور رو بسازین. این آرمور دفنسش یک دونه از این دفنس جانگلی کمتره. خب و آخرین کلاس هم کلاس رنجراست که رنجرها هم بتونن دوباره از دو تا آرمور استفاده کنن، از آرمور استخونی میتونن استفاده کنن بون آرمور یا از همون آرمور سیلوری و پلاتینیومی. اگه از بون آرمور استفاده کنی 6% این شانس بهتون میده که یا تیرتون استفاده نشه یا چیز دمیج این تیری که میزنی بیشتر باشه. بخاطر همین این یکم دفنسش یکی هم از تقریبا فکر کنم بیشتر هم باشه از پلاتینیومی. اگه اینو داشته باشه خیلی بهتره. این آرمار استخونی رو هم شما میتونین برین با استخون و چیز بسازین، تارن کبوت بسازین و برین تو گرفتین تیبه اینو میتونین بسازین. واسه سلاح رنج هم میتونین از تیر کمون حداقل طلایی یا پلاتینیومی استفاده کنین یا تندوبو استفاده کنین، ولی بهترین سلاح واسه رنجر بومستیکه شما کن. این از همهشون بهتر چون پخش میشه، هم اسنایپر باسو میزنه هم خود باسو میزنه. خاطر این واسه باس از هم این بومستیک بهتره. این هم میتونید از توی چستا پیدا کنید. خب این بخشی که میگه ساختن آرنا هستش که شما واسه همه باسا اگه اولین بارتون باشه نیاز دارید. حالا من خودم هنوز از آرنا استفاده نکردم، ولی مثلا واسه فارسی اسم از آرنا استفاده نکردم، ولی شما از آرنا استفاده کنید خیلی خوبتر میشه که مثلا میتونید جوری از باس جا خالی بدین و کمان بزنید. و اگه یک دونه چیز هم داشته باشین، هرت لنترن داشته باشین که به سرعت پر شدن جونتون بیشتر کمک میکنه، این هرت لنترن رو میتونین برین اگه یک دونه که با کریستال اضافه بودین میرین با 4 تا زنجیر آتیش میکنین، ترکیبش میکنین یک دونه هرت لنترن میسازین. بنر هم که از شما یک اسلایم 150 تا کشین بهتون بنرشو میده، اونم بزنین خوبه خیلی بهتره. و اگه کمپایر هم بزنین که چه بهتر، بازم به سرعت پر شدن جونتون کمک میکنه. یه نکته دیگه هم میگم، حتما مجون جون هم با خودتون بیارین که مثلا وقتی جونتون کم شد بتونین جون بکنین جونتون پر بشه. الان میخوام باس اسپان کنم با همه این وسیله ها. اینو که الان گذاشتم روی سرم، اول میخوام با شلاق بزنم، البته همشون همین الان تستشون میکنم که به خودتون بعد بزنین جای کدوم بهتره. نحوه اسپانش هم بعد بهتون داد. چقدر بزرگ شده این دفعه. تو خدا چی دمیجی میده، چرا اینجوریه؟ چقدر بزرگه. خب دوستان من هم چون که سیدش یک سید مخصوصی بود، من رفتم از جای دیگه سیدش آورده بودم، خاطرم یکم باسا توش فرق داشت، خیلی گنده تر بود، دمیجش هم دیدین چقدر بیشتر بود. خاطر منم توی یکی مفهم میخوام اسمانش کنم، همین سریع آرنای کوچیک ساختم که شما ببینید. البته یه نکته دیگه، هرچی آرناتون بزرگتر باشه بهتره، مثلا راحت تره، فضاتون بیشتره که مثلا از دست باس فرار کنید. حالا من باس اسمان میکنم. بیا کجا رفته؟ ببین چقدر باز کلیک کرده اینجا.
سعی کن که مثل من زیرش له نشی. الان دارم با عصای جادوگر میزنم. ناکو اینجوری یهوی خودشو رو سر اسپان میکنه. خیلی این بدترین دمیجش هستش. تا قبل از بالا فرش یا دیوار گوشی که مورد جهنم هستش، قبل هارمور سختترین باز قبل بالا فرش اینه چی بستنه. سعی کنم که اینجوری مثل من توی تله اسلاماش گیر نکنم. دیدین که به آسونی نوشت. خیلی باسه سخت نیست ولی بازم بهتره که جوناتون آخرش پر باشه و آرمورتون خیلی بهتر از آرمور باشه. خیلی بهتر باشه واقعا خیلی آسون تر میشه کارتون، چون که دفنس بیشتری دارین و کارتون آسون تر میشه. روی اکسسوریتون ریفورج هم بزنین خیلی بهتر میشه. ببینید بچه ها این اسلایم یک چند تا چیز میز راب میکنه. یکیش اکثر چیز میزاش به درد نمیخوره واقعا، هیچ چیش به درد نمیخوره. مثلا این یه دونه کرافتینگ تیبل به حساب میاد، از کرافتینگ تیبل که واسه ماینکرافت بود. اینو اگه بذارید مثلا شما میتونید اینجا من یکی ازش دارم، مثلا میتونید که بیاین وسایل اسلایمی درست کنید. مثلا ناکن بلاک اسلایم میتونید درست کنید که مثلا وسایل اسلایمی درست کنید. و اینا که تفنگ اسلایم کنه گوبلین آرمی هم که اومد دمش گرم. بعد اینکه نینجا شرت، اگه دقت کرده باشید داخل بدن کینگ اسلایم یک دونه نینجا خوابیده اونجا میباید. بعد شما اگه اون کینگ اسلایم بکشین هر بار یک از لباساشو بهتون میده. کینگ اسلایم توی حالت کلاسیک یک دراپ خیلی خوب هم داره که زینشو بهتون میده. اون زینه چیه حالا؟ اون زینه انگاری مثلا پت اسلامی، شما میتونید روی اسلایم بشینین و به پر کنید باشین. الانم نحوه ساخت اسپانر کینگ اسلایم بهتون بدونم. شما به یک دونه یاقوت قرمز روبی نیاز داریم با 5 تا گلد یا پلاتینیوم. اینا رو داشته باشیم میتونیم بیاین تاج بسازیم. ما این تاج که میسازیم بعدش میریم توی بالا میخشیدیم زونتون و کرافشنتون که حتی که داریم. الان من میرم اونجا بچه ها ببین اینجا همونجا که شاوسن میخوره ولی همچین اوروی هستش که شما اگه روش ببین دمیج میخورین و در بیدو بچه آتیش میدین. شاوسن اینا میخوره اینجا شما اینا رو بکنیم و بریم باید شما آرمور بسید. اینا هم ما باشن که خود این از تو فضا آمدن برمیسید تو اینا هم نکنید چون دمیج بچه رو بکنید. بعد بچه یه چیزی که من یادم رفت بهتون بگم، کمندم داشته باشین خیلی ضروری. همین که اینجوری مثلا میزنی یا اینطوری میبرم یه جوری اینو شما میتونین از یاقوت قرمز یا هر یاقوت دیگه بسازین که خیلی چیز به در بخوره، واقعا خیلی لازم میشه. خیلی خوب بالاخره بعد از سطح مازن کوچو رسیدم به پایان کریمزونم. فرق نداره کرافشن شما اگه کریمزون باشه و برین داخل یه همچین قاره که این مثلا دهنش باز شده، اگر هم کرافشن باشه اونم الان بهتون نشون بدم چی داره این کار انجام میده. میایید داخل این قارا بعد یک سری چیزایی هستن که میتونیم باشون باسا رو بسازیم. این مجموع میکنم از دمیج نمیاد. ببینید با اینا توی کرافشن میتونیم باسا رو بسازیم. مثلا الان این باسه
کینگستان میگم کونگستان، چون کونگستان هم میکنیم ملکه اسلام اومده بعد هارد بوده که اون یاد بعد خب این هم بود البته همه ساماشن چون برای اون که با اون کراشن هم بهتون نشون بدم. خب دوستان بالاخره بعد از 100 تا مقابض کردن رسیدم به کراپشن. شما ببینید توی این قاره بنفش که واسه کراپشن هستن یک تورچ من بده شما تورچ من اینجا بزنم حواستون باشه اینجا نمیدونید ببینید پیدا کردم ممکنه کنار اینا خیلی شبیه همون مادر کینوزن هستن شما میتونید یکی باسا رو توی اینا بسازید. خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه از ویدیو و مفید بوده باشه براتون. چنل ما رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، اگه خواستم نزنید، لایک هم اگه دوست داشتید بزنید، نزنید. خیلی ممنونم که ویدیو رو دیدین. خداحافظ.